داستان این چنل درباره دو تا پسر موی دهه 80 به نام سجاد و رامینه. دو نفری که از کارهای بیهوده‌ای که هر روز بدون علاقه انجام میدادن و به هیچ جا نمیرسیدن خسته شدن. خسته از تکرار، از نرسیدن، از اینکه زندگیشون تو دست خودشون نبود. این دوتا جوون دهه 80 هر روز ساعت 5 صبح از خواب میپریدن. نه به خاطر انگیزه، نه به خاطر علاقهشون به کار، به خاطر ترس از دیر رسیدن، ترس از اخم مدیر، ترس از یه حقوقی که آخر ما فقط تبدیل میشد به 1-2 تا اسکناس دلار. توی مسیر کار، توی خیابونای خلوت و خاموش صبح، هر کدومشون یه ساعت تو ذهنشون میچرخید. این همون زندگیه که میخواستم؟ یا فقط دارم تحملش میکنم؟ پس علاقه هامون چی میشه؟ استعدادامون؟ این خاندانشان. والوریان استودیو با افتخار تقدیم میکند تقدیمی به تمام فارسی زبانان دنیا. خیلی قشنگ صحبت کردی. فرسرسی نگاه سلام علیکم. آقا برو بیا سری چرا خاله لانه دیگه از دانستان مسئله دیگه اما خیلی اول ما اومد اینجا جارو بزنیم. ما خیلی تنده بیارن تنده. اینا ازگل این 3 سال ما اجاره کردن یا خونه جنگی 3 سال. بله سلام بچه ها. امروز 26/9/1404 با خبر شدیم که یوتیوب فارسی به فنا رفت. همه شما خوشحالم واقعا. بلند صدا و انرژی. یوتیوب آدم به فنا رفته. انرژی از کجا بمون بیارم؟ انرژی دیگه نمونده دیگه. الان ما داریم دلی کار می‌کنیم واقعا. امروز مورخه 26 آذر، روزی که یوتیوب فارسی به فنا رفت. خب نمیتونی کاری بکنی. نمیتونی. هنر پس. سلام بچه ها. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. امروز 26/9/1404 هستش، روزی که یوتیوب فارسی تمام IP های ایرانی ها رو شناسایی کرد و دیگه درآمدی بهشون نمیده. حالا ما هم برنامه داشتیم که بیاییم تو یوتیوب، هم داریم. البته ما درآمدش نمی‌خواستیم یوتیوب رو شروع کنیم، فقط برای علاقه بود. یوتیوب ما در فرابی هم خیلی یوتیوبر ها اومدن گفتن که ما دیگه ویدیو نمیذاریم و یوتیوب فارسی شاید نابود بشه. تصمیم گرفتیم که این کار رو شروع کنیم. از چیزی نترسیم، به کسی چشم نیم هم هیچ بزرگ چشم نیم با چشم نیم. امروز 26 آذر ماه 1401 هستش. دست باش. امروز 26 آذر ماه 1401 هستش. باز گفت نگاه نمیتونی کار کنی. بخیه هم کار کنی نمیتونی با یه عقله کار کنی. 2 hours later. چرا حال لای چرا آقا
امروز 26/9/1404 هستش و روزی که یوتیوب درآمد کانال‌های فارسی رو حذف کرد و خیلی از یوتیوبرهای فارسی گفتن که ما بعد از این اتفاق دیگه نمیخوایم یوتیوب فارسی رو ادامه بدیم. ما هم این ایده رو داشتیم که یک کانال یوتیوب فارسی بزنیم و الان هم داریم میزنیم، وسایلی که گرفتیم رو آنباکس میکنیم و شما خواهید دید. یوتیوب ما در فراری هم خرد شدیم. ما بیشتر شروع کردن یوتیوب به خاطر علاقه‌ای که داریم و علاقه به این داریم که مثلا یک شخص رو بخندونیم یا یک نقطه نشاط تو زندگی افراد بیاریم. هدف اون این است، هدف اون پول نیست. علوم برف میزنی؟ ببخشید دکتر بهرام، بیا برو دستتو بخون. بیا برو گم شو. بده بینم وایساده. بیا برو دستتو بخون. بده کچل. برای مردم تولید محتوا کنیم و Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? والا تاریه اصلی ما تاریه هدف تاریه مایه که توی این شرایط بتونیم افراد رو بخندیم و شاید مثلا 10 دقیقه یا یه رو از اون غمی که دارن اونا رو نجات بدیم. نمیدونم من زیاد فلسفی بلند نیست. نمیدونی یوتیوب بگارم بگارم. آقا والتر وایت پرفکت. همین 4 تیکه الان شد 40 تومن. 40 تومن بدو 66 تومن. 66 تومن. مرد طبیعی این موقعی که تو مخواست سفارش بود شد 7 تومن. موقعی که ما خریدم 10 تومن شد. یک نصف روز 10 تومن آمد روش. 66 تومن. بله بشه نمیشه هایش. Somewhere in these eyes, I'm on your side. اون که 66 تومن بود کنسل کنی دیگه. ما برای 30 تومن کنی 66 تومن بگیر. بابا تو گفتی آقا گفتم آقا یوتیوب بگارم، شما گفتی که برای بیننده بیا عشقی علاقه‌ای رو درست کنیم. منم از این بودجه ریختیم با بودجه. خدایی 66 تومن شد. ای کاسته ای بابا صوت ویدیو دیم. بیا خوب اینجا کات رو اینجا سلام شکست اینطوری حالا خراب هسته.